تاریخچه جواهرات مصر، میراثی از زیبایی و نمادگرایی. اهمیت جواهرات مصر. در مصر باستان جواهرات فقط برای زیبایی نبودند، بلکه نمادی از جایگاه اجتماعی، حفاظت و معنویت محسوب می‌شدند. بیش از 4000 سال هنرمندان مصری زیباترین جواهرات را با ترکیبی از هنر و معنای فرهنگی ساختند. فرعونها، کاهنان و اشراف از جواهرات برای زیبایی و همچنین ارتباط با خدایان و محافظت در زندگی پس از مرگ استفاده می‌کردند. حتی ساده‌ترین طلسم‌ها و تعویذها قدرت ویژه‌ای داشتند و به عنوان محافظی برای زنده‌ها و مردگان به کار می‌رفتند. امروزه این جواهرات با شکوه همچنان درخشان هستند و هنر و باورهای دنیای باستان را به ما یادآوری می‌کنند. مواد اولیه و هنر ساخت جواهرات اولیه. قدیمی‌ترین جواهرات مصری مربوط به سال 4000 قبل از میلاد هستند. صنعتگران از طلا، نقره و مس همراه با سنگ‌های نیمه قیمتی مانند لاجورد، فیروزه و عقیق سرخ استفاده می‌کردند. طلا که به خورشید و خدای رعد مرتبط بود، ارزشمندترین فلز محسوب می‌شد و نماد قدرت و جاودانگی بود. نقره کمیاب بود و بیشتر از سرزمین‌های دیگر وارد می‌شد، بنابراین مخصوص طبقه اشراف بود. مهره‌هایی از مادهایی به نام فاینس که ظاهری شبیه به سنگ‌های قیمتی داشت نیز رایج بودند. با گذشت زمان مهارت صنعتگران مصری پیشرفت کرد و طراحی‌های پیچیده و نمادین‌تری ایجاد شد. نمادگرایی در جواهرات مصری. جواهرات مصر باستان فقط زیورآلات نبودند، بلکه معانی عمیقی داشتند. مثلا آنخ کاشر که شبیه یک صلیب با حلقه‌هایی در بالا بود، نماد زندگی جاودانه و قدرت الهی محسوب می‌شد. سوسک مقدس لکچه که از سوسک سرگی نقلتان الهام گرفته شده بود، نشاندهنده تولد دوباره، تحول و حفاظت از نیروهای شر بود. چشم هورس راناژس زاستس که به چشم واجد اقدسه نیز معروف بود، نماد حفاظت معنوی و شفا بود. طلسم‌هایی با این نمادها هر روز استفاده می‌شدند و حتی در مقبره‌ها قرار داده می‌شدند تا از روح صاحبشان در دنیای پس از مرگ محافظت کنند. فرعونها نیز از جواهرات با این نمادها برای نشان دادن ارتباط الهی و قدرت مطلق خود بهره می‌بردند. جواهرات و زندگی پس از مرگ. جواهرات نقش مهمی در مراسم تدفین مصریان داشتند. باور به زندگی پس از مرگ بخش اصلی فرهنگ مصر بود و دفن مردگان همراه با جواهرات یک رسم اساسی محسوب می‌شد. طلسم‌ها، گردنبندها و ماسک‌های طلایی در مقبره‌ها گذاشته می‌شدند تا از مطوفی در سفرش به دنیای دیگر محافظت کنند. یکی از بهترین نمونه‌های این جواهرات گنجینه‌های توت عنخ آمون است که در سال 1922 کشف شد. ماسک طلایی معروف او که با لاجورد و دیگر سنگ‌های قیمتی تزیین شده، یکی از برجسته‌ترین آثار باستانی مصر محسوب می‌شود. این جواهرات فقط زینت نبودند، بلکه پلی میان دنیای مادی و معنوی بودند. مهارت‌های هنری و تکنیک‌های باستانی. جواهرسازان مصری از پیشرفته‌ترین روش‌های زمان خود استفاده می‌کردند که تأثیر آنها تا قرن‌ها بعد در ساخت جواهرات باقی ماند. آنها از ابزارهای مسی برای حکاکی و شکل دادن به فلزات استفاده می‌کردند. تکنیک‌های ظریفی مانند فیلیگری، سدیغه و دانه‌گذاری، اکلگرز برای ایجاد جزئیات دقیق در قطعات جواهر به کار می‌رفت. روش ریخته‌گری موم گمشده، اهلکه دکلیش، نیز به جواهرسازان این امکان را میداد که قطعات طلایی و نقره‌های با طرح‌های پیچیده بسازند. مهره‌سازی با فاینس و شیشه نیز از مهارت‌های پیشرفت‌هایی بود که به تقلید از سنگ‌های قیمتی انجام می‌شد. سطح بالای مهارت و ظرافت در جواهرات مصری نشان‌دهنده استعداد و هنر این صنعتگران باستانی است. تأثیر ماندگار جواهرات مصری. جواهرات مصر تأثیری فراتر از دوران خود داشتند و الهام بخش تمدن‌های دیگر شدند. یونانیان و رومیان باستان از طرح‌های مصری در جواهرات خود استفاده کردند و آنها را با هنر خود ترکیب نمودند. امروزه نیز جواهرات الهام گرفته از مصر همچنان محبوب هستند و نمادهایی مانند سوسک آنخ و گل نیلوفر آبی در طراحی‌های مدرن به کار می‌روند. موزه‌هایی مانند موزه بریتانیا و موزه متروپولیتن نیویورک نمونه‌های زیبایی از جواهرات مصری را به نمایش گذاشته‌اند و این میراث گرانبها را برای نسل‌های آینده حفظ می‌کنند. همچنان نمادگرایی و هنر این جواهرات تاریخدانان، باستانشناسان و علاقه‌مندان به جواهر را شیفته خود می‌کند. نتیجه گیری، جذابیت جاودان جواهرات مصری.
تاریخ جواهرات مصر گواهی بر نبوغ هنری، عمق فرهنگی و معنویت این تمدن است. این زیورالات فقط وسیله‌ای برای تزیین نبودند، بلکه ارتباطی با دنیای الهی ایجاد می‌کردند. از طراحی‌های پیچیده فرعون‌ها گرفته تا طلسم‌های محافظ مردم عادی، جواهرات مصری داستانی از قدرت، حفاظت و ایمان را روایت می‌کنند. حتی پس از هزاران سال این شاهکارهای باستانی همچنان الهام بخش و شگفت‌انگیز هستند و ثابت می‌کنند که میراث جواهرسازی مصر همیشگی و بی‌زمان است. چه در موزه‌ها تحسین شوند و چه در طراحی‌های مدرن بازآفرینی گردند، جواهرات مصری همچنان نمادی از زیبایی و هنر باقی می‌مانند. 4.